با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. اگر به یاد داشته باشید حدود تقریبا 3 ماه قبل، البته قبل از 3 ماه، بیننده تماس گرفت و اینا روششون در ساختن برنامه، چون تو شبکه ولایت حرفی برای گفتن ندارن، حرف راست که نمیتونن بزنن، تفسیر قرآن که ندارن که بیارن تفسیر قرآن بکنن، حدیث درست حسابی ندارن که بیان به مردم حدیث یاد بدن. مثلا به طور مثال ما در شبکه وصال حق 2 تا برنامه قرآنی داریم، برنامه حفظ قرآن، برنامه آموزش تلاوت قرآن که در حفظ قرآن ترجمه و تفسیر آیات را هم میکنیم، برنامه مکانت سنت در اسلام داریم، برنامه شرح عقیده داریم. یعنی یک برنامه‌ای که ما بر علیه شیعه اینطوری داریم صحبت میکنیم، برنامه آن روی سکه است، و برنامه علمی دیگری که برنامه حجت بی حجت. اینا که 24 ساعت حرفشون همین است که بیان دروغ بگن، راست که نمیتونن تو شبکه‌هاشون بگن. به هر صورت میان یک سناریو درست میکنن، یکی به نام اهل سنت زنگ میزنه، آقا اینطوری یک روایت تو کتاب شما هست. اون بیچاره بدبختم که زنگ میزنه از جمله 200 کارشناسای مرجع تقلید و استاد و دانشگاهشون است که اصلا مثل این آقا بوی از علم و دانش نمیبره، یعنی نمیتونه حتی یک متن عربی نمیتونه که در کدوم صفحه است این مطلب. به هر صورت بیننده ای زنگ زدن به نام آقا عمر، حالا سنی بودن شیعه بودن ما بینش کار نداریم، گفتن که آیا در کتاب شما در صحیح مسلم حدیثی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که خلفایی که بعد از من میان به سنت من عمل نمی کنن و از هدایت من پیروی نمی کنن؟ گفتم نه، من سرچ اصلا نمی کنم، همچین روایتی وجود نداره. الانم میگم هرگز همچین روایتی وجود نداره که خلفای بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت از سنت ایشون نکنن. خب تماس ایشون تموم شد و خلاصه 1 هفته بعد در برنامه آن روی سکه بیننده‌ای به نام احمد زنگ زد و که بعد شما همچین روایتی دارید در کتابتون و شما دروغ گفتید. خب گفتیم پخش بکن، پخش کرد. گفتم من هنوزم این کار میکنم که همچین روایتی وجود نداره، چون شما میگید که خلفای بعد از پیامبر به هدایت پیامبر عمل نمیکنن و مطابقت از سنت ایشون نمیکنن. شما مرد هستید، این روش اینا رو که میبینید اینا همه آموزش دیدای قزوینه. شما جرأت دارید، شما مرد هستید بیاد. قزوینی نمیگه، یعنی این همه دروغ گفته، بعد میگه اگر اینها یک دروغ از قزوینی آوردن ما بهش جایزه میدیم. داره دروغ میگه، بعد میگه اگر یک دروغ از قزوینی آوردید ما جایزه میدیم. اگر این به خاطر هر دروغ قول داده بود که جایزه میده، حالا دیگه از بعد دروغاش زیاد شد دیگه اسم جایزه نمیبره. اگر این جایزه رو حساب بکنیم بعد چند میلیارد تومانی به شبکه وصال حق به حساب ما واریز بکنه آقای قزوینی. به هر صورت اصل روایت رو من اینجا خدمت شما عزیزان نشون بدم. اصل روایت اینه. احمد جان نشون بده. روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حذیفه ابن یمان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو روایت کرده و این روایت در صحیح مسلم است و در بقیه کتب حدیث هم بعضا ذکر شده. یا رسول الله انا كنا بشر فجاء الله بخیر. یا رسول الله ما در شر بودیم. شر چی است؟ زمان جاهلیت. خوب دقت بکنید به این مسائلی که من میگم، چون وقتی زمان جاهلیت زمان شر باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان جاهلیت بودن، به پیامبری مبعوث نشده بودن. رسول الله شر نبودن. اون دوران جاهلیت دوران شر بود. اون جاهلیتی که وجود داشت در مکه دوران شر بود. این حرفا رو به خاطر چی تاکید میکنم؟ چون بالا کلیپی نشون میدم که یک آخوند 7 سال گسیخته به اسم روستایی حرفای خیلی جالبی میزنه، خیلی هم خنده دار. در موردش من مفصل صحبت خواهم کرد. به هر صورت یا رسول الله ما در شر بودیم. فجاء الله بخیر. الله سبحانه و تعالی خیر رو آورد. فنحن فیه. یا رسول الله زمان شما زمان خیر است، ما الان در خیر هستیم. فهل من وراء هذا الخیر شر؟ ها بعد از این خیر شری هم هست؟ قال نعم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بله. قلت هل وراء ذلك شر خیر؟ بعد از این شر دوباره خیر هست؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك خیر شر؟ قال نعم. گفتن بله. بعد از این خیر دوباره شر است؟ گفتن بله. فقلت کیف؟ گفتن چگونه است؟ ببینید الان این داره چند زمانی رو میگه که خیر و شر هست. اگر بر اساس
منطق آخوندی بخوایم بررسی بکنیم که اینا میخوان بگن که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بلا فاصله شر بود، یعنی چی؟ یعنی خلافت سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه شر بود. همونطوری که روستایی در یکی از کلیپاش گفت که این فا در اینجا فا یعنی بلا فاصله. بر صورت این دروغی بود که گفت و در ادبیات عرب و ما تحدی کردیم که جواب ندادن تا حالا. بر صورت در اینجا ما میایم بر اساس این بلافاصله اینها اگر بگیم شر اول دوران جاهلیت است، خیر دوران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد از این خیر دوباره شر است، فرمودن بله. بر اساس تفسیر آخوند اگر بگیم خب این خلافت سیدنا ابوبکر والعیاذ بالله. اگر بعد از این شر دوباره خیر هست، پس این خیر خلافت سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. اگر بعد از این خیر دوباره شر است، پس این خلافت سیدنا عثمان است. اگر بعد از این شر دوباره خیر هست، دوباره خیر نیست، این آخرین شر است دیگه، زمان حضرت عثمان طبق تفسیر آخوندی. بعد از اونم ائمه میان که به هدایت پیامبر عمل نمی کنن، به سنت پیامبر هم پابند نیستن. بعد از عثمان کی اومد؟ سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. طبق تفسیر آخوندا به این حدیث باید که این ائمه‌ای که به هدایت پیامبر عمل نمی‌کنن و به سنت پیامبر پیروی نمی‌کنن سیدنا علی باشه والعیاذ بالله، که ما این عقیده رو نداریم. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، قال مردانی هستند که قلب‌هایشان مثل قلب‌های شیاطین است در بدن انسان. قلت کیف اصنع یا رسول، چیکار بکنم یا رسول الله؟ این ادرکت ذلک، اگر که من این زمان رو دریافتم چیکار بکنم؟ قال تسمع و تطیع الامیر، بشنو و اطاعت بکن از امیر، و ان ضرب ظهرک و اخذ مالک فاسمع و اطیع، اگر که تو رو شلاق زد یا که مالت رو گرفت تو بشنو و اطاعت بکن. این کل حدیث است. شاید برای بعضیا این شبهه ایجاد بشه که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل ظلم و ظالم و اینها باید ما از ظالم اطاعت بکنیم؟ اینجا قضیه یک شخص است، نمیگه و این ضرب ظهرکم و این اخذ مالکم، نه، اینجا قضیه یک فرد است، یک فرد با حاکم یا با خلیفه ای که ولو اینکه قلوبش قلوب شیاطین باشه، فلان باشه، علان باشه، که حالا مفصل در این مورد صحبت خواهیم کرد، اگر که اومد مالتو گرفت، اگر تو رو شلاق زد، بهت ظلمم کرد، تو صبر بکن به خاطر مصلحت جامعه، که اگر کودتا بکنی، قیام بکنی، کشته میشی، در امت به هم میریزه. کل این روایت در باب اطاعت از ولات امر، ولو اینکه ظالم باشن، ولو اینکه به اصطلاح مال کسی رو غصب بکنن، به خاطر مصلحت عموم مردم، در اینجا قضیه اطاعت و شنیدن از امیر است. این کل روایت است. اینا بعد میاد میگن که ما وحدت میخوایم، فلان میخوایم. اگر اینا غرض و مرضی نداشته باشن دنبال این روایت ها نمیرن. ما با این روایت ها مشکل نداریم، الحمدلله اهل سنت شرح کردن، این روایت ها تو کتابمون هست، به این روایت ها افتخار هم میکنیم. اما چون اینا مریضن دنبال این روایت ها میگردن، بعد چی میان میگن که خب بعد از رسول الله بلا فاصله طبق گفته روستایی شر بود و این شر هم خلافت بود و خلاصه تفسیر عجیب و غریب میکنن. در مورد تفاسیر اینام که دیگه بگو و بشنو دیگه، هر چی که دلت میخواد. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، 12 امام است و نمیدونم ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوق بعوضه امیر المؤمنین، از پشه بالای پشه رسول الله هست. در روایت دیگری دارن که حضرت علی رو به الاغ تشبیه میکنن، در روایت دیگه به چارپا تشبیه میکنن. تفسیر اینا مملو از این تفاسیر عجیب و غریب باطنی است که ان شاء الله یک برنامه را اختصاص خواهم داد هفته آینده باذن الله در مورد توهین هایی که اینا به سیدنا علی در کتاب های خودشون داره. این روایت با این وضعیت در کتاب های ما هست و این که من بهشون گفتم که بعد از پیامبر خلفا میان، انکار کردم، هنوزم انکار میکنم که نه، منظور اینجا ائمه خلفای راشدین رضی الله عنهم اجمعین نیست، آنطوری که اینها میخوان به مردم نشون بدن. میریم رو کلیپ ها تا کمی مفصل تر صحبت بکنیم در این مورد. اینها اومدن در یکی از برنامه ها، شخصی به نام احمد تماس گرفت که من کلیپشون رو پخش میکنم اینجا. آقا محمد از ایران از طریق اسکایپ سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و سلامت باشید. حال شما خوب آقای انصاری؟ بفرمایید آقا محمد. چه عجب شما گیر نمیدید تصویر نشون بده مثل منتظر. خب مطلبی که میخواستم بگم آقای انصاری، آقا محمد خب
خب در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اول در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم شما صحبت بکنید. بپرسم چرا فرار میکنی از سوال من آقای انصاری؟ بله این روش این هاست آقای من. چرا فرار میکنی از سوال من؟ شما اگر جرأت داری جواب بده فلان. همین آقا بعد تو همین تماس به غلط کردن میفته بعد از اینکه دروغ میگه. بر صورت ما میریم در دقیقه سوم که ایشون به جای اینکه جواب سوال من رو بده در مورد کلیپ صحبت بکنه میاد میگه که بله شما یک دروغ گفتید. این دروغی که میخواد از من پخش بکنه خواهم داد. آقای انصاری اولا آنچه که در مورد میگه که بعد از من خلفای میان که سنت منو اجرا نمیکنن، من اصلا سرچ نمیکنم در این مورد. داره دروغ میگه، میخواد اینو بچسبانه به حضرت ابوبکر و به حضرت عمر و عثمان. همچین نصی وجود نداره که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلفای میان که سنت ایشون رو مراعات نمیکنن. بلکه دروغ گفته. همچین نصی وجود نداره که بعد از حضرت پیامبر خلفای میان که بله. سنت رو منظور شما ابوبکر و عمر و عثمان است. من تحدی میکنم که شما نصی بیارید که خلفای راشدین. بله اینجا بینندگان عزیز گفت که شما دروغ گفتید که بعد از پیامبر خلفای میان که به سنت. اینم روایت احمد جان دوباره نشان بده. یکون بعدی ائمتون، نگفته خلفا. اگر میگفت خلفا میشد که شما بچسبونید به خلفای راشدین. در صورت این دروغی است که این آقا گفت. برمیگردیم به کلیپ. بعد از یک گفتگوی طولانی و اخذ و عطایی که در اینجا بود من از ایشون خواستم که آقا تو این روایت رو بخون. تو جرأت داری این روایت رو بیار و مردانگی داری این روایت رو بیار. گفتم خب آقا بفرمایید شما بخونید. در دقیقه 17 این گفتگویی که من با ایشون داشتم که من سریع رد میشم از این چون وقت گیر هست. در دقیقه 17 ایشون اومد که این روایت رو بخونه. اولا که تو انکار کردی روایت رو میخونم. من هنوزم انکار میکنم. من هنوزم انکار میکنم. هنوزم اصل وجود روایت رو انکار میکنی؟ بله همین روایتی که میگی که بعد از من خلفا خواهند بود انکار میکنم. بخونش. روایت شماره نص عربیشو بخون. آقا گفتم دیگه. نه بخون. چرا فیهم رجال قلوبهم شیاط قلوبهم. نه روایت رو بخون. شما گفتی که سیکون من بعدی خلفا. بخون روایت رو. از اول فیهم رجال قلوبهم. از اول روایت بخون. از اول روایت برات میخونم. چرا میترسی نشون بدی؟ دوستان صحیح مسلم رو بیارن همین روایت رو. بخون از اولش. صحیح مسلم. بخون. سیکون من بعدی خلفا. بخون. سیکون من بعدی اشتباه لفظی نگیر آقای انصاری. این بازی ها رو در نیار. میگه پیامبر حذیفه اومد پیش حضرت پیامبر. خب نص عربیشو بخون. شما دروغ میگی در ترجمه داری دروغ میگی. نص عربیشو بخون. نص عربیشو. نص عربیشم برات میخونم مشکل ندارم که. بخون. قال حذیفه بن یمان قلت یا رسول الله انا كنا بشر فجاء الله بخیر فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك شر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك خير شر قال نعم قلت كيف قال چه کسی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکونو بعدی ائمه لا یهتدون به هدای. چرا گفتی خلفا؟ ائمه خلفا چه فرقی میکنه؟ غلط کردی. فرق میکنه. بی سواد. خلفا کجا؟ ائمه کجا؟ عجب آدمی هستی تو. چرا دروغ ترجمه کردی؟ همه بینندگان شاهد بودن. حرف منم در اونجا چی بوده؟ سیکون من بعد خلفا. اومدی گفتی سیکون من بعد خلفا. همه بینندگان شاهد هستن که در شروع تماست گفتی خلفا. من گفتم همچین روایتی نیومده. چرا دروغ ترجمه کردی؟ ائمه جمع چیه؟ ترسی روایت نشون بدی. بابا این روایت من از اولم این روایت رو داشتم. من تا اینجا میخواستم نشون بده. من اینجا میخواستم مچ تو بگیرم.
الان شما خلفا رو امام میدونید. من یک لحظه آقا نشون بدید. این روایت است. این روایت. من میخواستم آقای محترم سر صدا نکن. شما و یزدانی و قزوینی همتون دروغ گویید. گفتی سیکون خلفا و حدیث رو ترجمه کردی به خلفا. صدا تا الان دوستان دارن در اول تماس. من در تماس آقا عمر و در همه صحبت‌ها من گفتم همچین روایتی وجود نداره. الانم میگم وجود نداره. ائمه بی سواد جمع امام است. ائمه جمع امام است. اگر این روایت گوش کن کله پوک شما آخوندا متوجه نمیشه به این چیزا. گوش کن. ائمه جمع امام است. تو چرا اومدی این رو به خلفا ترجمه کردی؟ چون که میخواستید میخواستید خلفای راشدین رو بزنید. این الان این روایت یکون بعدی ائمه لا یهتدون به هدایه. چرا این رو خلفا ترجمه کردی؟ چون قلوب مریض شما میخواید این روایت ها رو بچسبونید به ابوبکر، عمر و عثمان، به خلیفه ترجمهش کردید. در حالی که نام ببر اون ائمه رو نام ببر ببینم کی اگه راست میگی. اون ائمه گوش کن. اگر گوش کن آقای محترم. اون ائمه یزید هست. اون ائمه کسانی که ائمه جوری که بودن در بنی امیه و بنی عباس و غیره، اونایی که اومدن بعد از اون در سلسله‌های مختلف اومدن که ظلم کردن، ستم کردن. یکیش هم خمینی. حذیفه که اصلا اونا رو ندیده، پیامبر داره به حذیفه جواب میده. یعنی پیامبر آقا این ائمه گوش کن. اگر ما گوش کن اولا آقای محترم اولا اینجا من اگر میخوایم بحث ادامه پیدا بکنه آقای محترم گوش کن. آقای محترم گوش کن حرف منو. اگر گوش نمی کنی من مجبورم تماس رو قطع بکنم. گوش کن. اولا آقای محترم، آقا محمد، اینجا از بینندگان معذرت بخوا به خاطر تهمتی که به من زدی و به خاطر دروغی که در ترجمه حدیث گفتی. بعد از اون من بحث رو با شما ادامه میدم. بسم الله. آقای انصاری، من اشتباه لفظی داشته باشم هیچ مشکلی تو اصل بحث ایجاد نمیکنه. آقا دروغ گفتی. ببین اگر ما بخوایم که این ائمه رو یک جمله بذار من بگم. آقای محترم، برادر گرامی گوش کن. ببین گوش کن. اگر اگر میخوای که بحث ادامه پیدا بکنه، به خاطر دروغی که به من بستی، تهمتی که به من زدی و دروغی که در ترجمه حدیث کردی، معذرت بخوا. شما ترجمه حدیث را از زبان یزدانی شنیده بودی، یزدانی دروغ ترجمه کرده بود و شما هم دروغ ترجمه کردی. اگر ما بخوایم بر اساس هوا و هوس خودمون بخوایم احادیث رو ترجمه بکنیم، ائمه میشه جمع امام. یک نفر که باشه بهش میگن امام، جمع که شد بهش میگن ائمه. شما میگید ائمه 12 گانه شیعه. ما بگیم منظور این حدیث ائمه 12 گانه شما بوده که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد. خب این منطق نیست. الان معذرت بخوا از بینندگان به خاطر تهمتی که به من زدی، دروغی که گفتی. بعد از اون من بحث رو ادامه میدم. باز معذرت میخوام، هیچ مشکلی هم ندارم. دروغ گفتی. چرا دروغ ترجمه کردی؟ آقای محترم یک لحظه قشنگ مثل بچه آدم بگو. قشنگ مثل بچه آدم از دروغی که گفتی و از تهمتی که زدی معذرت بخوا. بعد از اون ادامه میدیم. معذرت خواستم دیگه، چند بار میگم به خاطر اشتباه لفظی معذرت نه میخوام. دروغ گفتی. چون گوش کن، کلمه دروغ رو بگو که دروغ گفتی. به خاطر دروغت معذرت بخوا، چون در شروع تماس به من گفتی که تو دروغ میگی. خب الو تو نگفتی های انصاری که همچین روایتی اصلش گفتم یکون بین بعدی خلفا دروغه. همچین روایتی ما نداریم. آقا من به خاطر اشتباه لفظی عذرخواهی کردم. چرا نه اشتباه تو به من تهمت دروغ، من نمیبخشمت. به من تهمت دروغ زدی. اشتباه لفظی جداست. به من گفتی که تو دروغ گفتی. به خاطر این که بگو که اشتباه کردی و این تهمت و دروغ به من زدی. حضرت آقای انصاری من اشتباه کردم، این روایت رو اشتباه خوندم و به من تهمت زدی. گفتی یزدانی و به من تهمت زدی. دروغ میگه. تهمت زدی بهش یا نه؟
دروغ میگه. دوستان عزیز، این بود اصل تماسی که البته این سر و صدای محمد آقا ادامه داشت تا اینکه ایشون اومد و کلاً رسما جلوی همه بینندگان از دروغ و تهمتی که زده بود و از اشتباهی که کرده بود در ترجمه معذرت خواهی کرد. اینا چون ایشون یکی از کارمندان شبکه ولایت است و قزوینی این مردانگی و غیرت رو نداره که بیاد از دروغای خودش دفاع بکنه، همین صیغه زادای خودشون رو میفرستن که خلاصه سر صدایی را بندازن و بعد اینا بیان یک برنامه درست بکنن. به هر صورت این آقا آبروش رفت تو این برنامه و معذرت خواهی هم کرد و ما هم ازش قبول کردیم و بعد از اونم بحث ادامه پیدا کرد که فعلا جای پخشش نیست. اگه شما میتونید برگردید با آرشیف شبکه در ماه شعبان قبل از رمضان این برنامه کامل در اونجا هست. بعد از اون اینا اومدن در تاریخ من اینجا یادداشت کردم در تاریخ 22 اردیبهشت ماه، یعنی 22 ماه ثور در نزد افغان‌ها و اردیبهشت هم در ایران معمول هست، در سال 95، حدود 3 ماه قبل اومدن در یک برنامه‌ای خواستن که از این آبروریزی که برای کارمندشون محمد رضوی یا مومنزاده هر کسی که هست رخ داده دفاع بکنن. آقا برنامه کامل رفتن که بله این اولش که تقریبا 10-15 دقیقه فوش و ناسزا و هرچی از دهنشون اومد به من گفتن و بعدش هم این آقای روستایی اومد خیلی با آب و تاب خواست که از این قضیه دفاع بکنه. میریم همون برنامه رو خدمت شما عزیزان پخش میکنیم تا ببینید که اینها تا چه اندازه وضعشون خراب است و حاضرن که هر دروغی رو، هر تهمتی رو. این برنامه است احمد جان اگر نشون بدی صدا رو داشته باشه. شبکه‌های وهایی بپردازیم و حالا تعداد کلیپ ها هم ممکنه کم با بله. این برنامه اولی بود که در تاریخ 22 اردیبهشت 95 رفتن. کارشناس این برنامه هم آقای روستایی بود و ایشون میخواست که در این برنامه کلیپی رو از من پخش کردم، بعد فحش‌های آقای ملازاده رو در مورد من پخش کردم، بعد تهمت‌ها و اهانت‌های خودشون و هر چی که از دهنشون میومد گفتن در این برنامه و بعد ایشون اومد این روایت رو خواست که شرح و توضیح بده. ما همین قسمتش رو پخش میکنیم. بینندگان عزیز روی صفحه مانیتور من هست کتاب صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1476. آقای حذیفه بن یمان میگه قلت یا رسول الله انا کنا بشر، یا رسول الله ما در شر بودیم، در بدی بودیم زمان جاهلیت، فجاء الله بخیر، الان در خیر و نیکی هستیم، فنحن فیه، زمان شما زمان خیره، فهل من وراء هذا الخیر شر، آیا بعد از این خیر، وراء این خیر، بله پشت این خیر شری هست یا نیست؟ یعنی شما ببینید قرینه رو در نظر بگیرید. آقا داره میگه قبل از شما ما در شر بودیم. این قبل از شما زمان حضرت آدم رو که نمیگه، که 1000 سال قبل رو که نمیگه، 10 قرن قبل رو که نمیگه، داره میگه آقا ما قبل از شما در شر بودیم. کنا به شر بلا فاصله فجاء. فا در ادبیات عرب یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله. بله. این قبل از شما زمان حضرت آدم رو که نمیگه، که 1000 سال قبل رو که نمیگه، 10 قرن قبل رو که نمیگه، داره میگه آقا ما قبل از شما در شر بودیم. کنا به شر بلا فاصله فجاء. فا در ادبیات عرب یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله. بله. بعد فا در ادبیات عربی یعنی بلا فاصله. با وقاحت تمام این خودفروش زندیق رافضی داره دروغ میگه، به خاطر اینکه 4 تا دختر بیچاره بدبخت مردم رو زیر پای مرجع تقلیدش و مکارم شیرازی و دم و دستگاش بندازه و 20% مال مردم هم خمس بگیرن برای جیب مکارم شیرازی تا تجارت شکر بکنه. این یهودی زاده ولد زنا طبق فرموده آخوند خودشون، شاگرد حوزه علمی قم در شبکه اهل بیت که میگه که این یهودی زاده ولد زنا، به خاطر این میاد اینجا میگه فا در ادبیات عربی یعنی بلا فاصله.
چرا؟ چون میخواد که اینو بچسبونه به خلفای راشدین. ما این برنامه رو ضبط کردن دوستان، به منم یک نسخه ای دادن. اینو که دیدم واقعا خندیدم، یعنی به بیسوادی، به حماقت، به جهالت روستایی و یزدانی و ابوالقاسمی و این 200 تا کارشناس و مرجع تقلید و به حماقت و جهالت قزوینی، به ذلت و خفت و خاری اینا خندیدم. خب چیزی نگفتیم، ما اینو گاهی اوقات ما بعضی چیزها رو نگه می‌داریم اینجا تو لپتاپ، مثل این آقایی که زنگ زد که شما تحدی شما رو من جواب میدم، تحدی هفته گذشته رو اینم دارم، تحدی و جواب تحدی و همه چیز رو. به هر صورت ما این رو همینطوری گذاشتیم، بهش تعلیقی هم ندادیم، گفتیم که حالا اینا صیغه زداشون حتما تماس میگیرن برای این موضوع که بگن بله ما برنامه گذاشتیم 2 ساعت و پاسخ دادیم به چیز. کل این برنامهش همین دروغگویی، تلبیس و خیانت. فا در هیچ جا در ادبیات عربی نگفتن که اینجا فا به معنی بلافاصله است. این دروغ میگه. دروغ اگر فا بلافاصله رو ما تفسیر بکنیم، ترجمه بکنیم، همونطوری که گفتیم خیر اول پیامبر بوده، شر بعد از اون ابوبکر رضی الله تعالی عنه بوده، خیر بعد از اون عمر بوده، شر بعد از اون عثمان بوده. آیا این تفسیر رو قبول میکنن شیعه؟ و شر آخری هم که خلفایی هم که قلوبشون قلوب شیاطین بود و علیاذ بالله سیدنا علی و بقیه اهل بیت باشن، که این تفسیر هیچ انسان عاقل قبول نمیکنه. اینا انقدر احمق و جاهلن که میگه فا در ادبیات عرب یعنی بلافاصله. اینو که دیدم دیگه لازم نیست که ما بیشتر در مورد این برنامه اینا صحبت بکنیم، به همین قدر اکتفا میکنیم تا جهالت این آخوندهای صیغه‌ای رو ما خدمت شما عزیزان نشون بدیم. بله دیگه بعد از این آقای محمد رضوی یا مومنزاده یا هر کسی که هست قسطنطنیه رو فتح کردن، همون هفته برنامه آن روی سکه تماس گرفت که بله آقای چیز جواب داد شما اگر جرأت داری، مردانگی داری، کلیپ ایشون رو پخش بکن. بعد منم در همون برنامه تماس دوم آقا محمد است که اومدیم و صحبت کردیم. بله اینم تماس. احمد جان نشون. طریق اسکایپ آقا محمد. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری شما قرار بود کلیپایی که از شما پخش میشه رو ادعا کرده بودی کامل پخش میکنید، جواب میدی، چرا جواب ندادی؟ میشه خودتون رو معرفی کنید؟ میشه خودتون رو کامل معرفی کنید؟ 3 تا کلیپ پخش شده از شما تو آقای محترم. بله ما میریم رو دقیقه. بله رضوی نیستی، مومنزاده هستی، چه دروغ میگی؟ خجالت میکشی؟ بابا من رضوی هم قاطی کردی، همونی که هفته قبل زنگ زدم. همون که هفته قبل زنگ زدید، بعد اومدید کلیپ درست کردید، بعد اومدید تو شبکه ولایت پخش کردید، خیلی هم خوشحال هستید. الان همون کلیپی رو که از من پخش کردید در شبکه ولایت، من قسمت یکی از این دروغاشو، حالا مفصل امشب در مورد این کلیپ ها من صحبت میکنم، یک قسمتی از این دروغایی که در شبکه ولایت گفتید با پخش این کلیپ یکی از دروغایی که گفتید من پخش میکنم، شما جواب بده. خوبه؟ همین کلیپ تکفیر پسر الان اینو گوش کن. کلیپ ببین، بحث عوض نکن. بحث هفته گذشته که در مورد حدیث مسلم بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و موضوعی که دوست داشتی باهات صحبت میکنم آقای مومنزاده یا رضوی، شما 1000 تا اسم داری. الان من مقطع یکی از دروغاشو. خوبه؟ قبوله؟ شما کلیپ خوبه؟ الان پخش بکنم، اجازه است؟ الان کامل شد. ما کامل آقای مومنزاده گفتگوی من و شما که هفته گذشته کلیپ درست کردید و تو شبکه ولایت قسمتشو من کلا در موردش صحبت میکنم. من بعد از قطع کرده بودی کامل پخش میکردی تو شبکه ولایت، کامل اونجایی که معذرت خواهی کردی، گفتی که دروغ ترجمه کردی، اون قسمتو چرا پخش نکردی تو شبکه ولایت؟ طوری به مردم وانمود کردید که انگار من چیزی نشون ندادم، چیز صحبتی هم نشده در اینجا. الان آقا محمد گوش بر این است که شما داری از دروغ‌هایی که در شبکه ولایت گفته میشه بر علیه ما میترسی. یکی از این دروغ‌ها رو من الان پخش میکنم. خوبه؟ آقای انصاری بسم الله. گوش کن آقا محمد، گوش کن پسر خوب. ببین تو کلیپ درست کردی، سخنهای ملازاده انتهای برنامه آن روی سکه به مدت 1 هفته
کلیپ زنازاده و یهودی زاده بودن مکارم شیرازی و کلیپ لواطت خامنه‌ای و خمینی و اصل و نسب خمینی که هندی بوده و سیک بوده، پدرش بت پرست بوده، به مدت 1 هفته شبانه روز اینا رو پخش بکنن. خوبه؟ این جواب ملازاده، درسته؟ الان میریم رو دروغایی که در شبکه ولایت آقای روستایی در برنامه چالش در ترجمه امون حدیث، امون کلیپایی که خودت درست کرده بودی، گفت یکی از این دروغا رو من پخش میکنم، خواهشاً جواب بده. اگر نمیترسی، اگر جرأت داری، شهامت داری، مردانگی داری، گوش بده. من که چیز دیگری نخواستم. صدا از خودتون، تصویر بلا فاصله. الان گوش کن، اول گوش کن. به شر بلا فاصله فجاعه. فا در ادبیات عرب یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله. بله. الان دوباره گوش کن اینجا. یعنی شما ببینید در بدی بودیم زمان جاهلیت، فجاء الله به خیر، الان در خیر و نیکی هستیم، فنحن فیه، زمان شما زمان خیره. فهل من وراء هذا الخیر شر، آیا بعد از این خیر، وراء این خیر، بله، پشت این خیر شری هست یا نیست؟ یعنی شما ببینید قرینه رو در نظر بگیرید. آقا داره میگه قبل از شما ما در شر بودیم. این قبل از شما زمان حضرت آدم رو که نمیگه، که 1000 سال قبل رو که نمیگه، 10 قرن قبل رو که نمیگه، داره میگه آقا ما قبل از شما در شر بودیم. کنا به شر بلا فاصله فجاء. فا در ادبیات عرب یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله. بله. بعد ادامش میگه فهل من ورائه، یعنی آیا بلا فاصله بله. بعد از شما شری هست یا نیست؟ ما قضاوت نمی کنیم، بینندگان عزیز قضاوت کنیم. ببینید نه استاد یزدانی اسم کسی رو آوردن. شنیدی آقا محمد؟ شنیدی؟ آقا محمد شنیدی؟ احمد جانشون رو خط هست؟ بله. من انصاری چرا از اول کاملش رو پخش نکردی؟ من همین قسمت را از اول کامل پخش میکنم، جواب میدم. این جزء برنامه امشب من هست. از اول پخش میکنم، جواب میدم. همینجا ایشون میگه که فا در ادبیات عربی یعنی بلا فاصله. این آقا داره با وقاحت تمام به زبان عربی، به ادبیات عربی داره دروغ میبنده، به خاطر اینکه ثابت بکنه که بلا فاصله بعد از پیامبر شر بوده که خلافت ابوبکر صدیق است. میگه فا در ادبیات عربی یعنی بلا فاصله. کجا گفته در ادبیات عربی؟ بسم الله نشون بده به من. از اول کاملش رو پخش از اولش رو پخش می. بله بینندگان عزیز، خلاصه دست و پا زدین محمد آقا این بیچاره حقوق بگیر شبکه ولایت که جواب بده، تا امروز جواب ندادن. این بود آبروریزی بزرگ این دجالای شبکه ولایت و این آخونده احمق بی سواد. شما رو با خدا حماقت و بیسوادی یک حجت الاسلام و المسلمین تا این حد باشه که به ادبیات عرب توهین بکنه، تهمت ببنده، به خاطر اینکه چی؟ به الله دروغ بستید کسی بهتون چیزی نگفت، به پیغمبر دروغ بستید، به اهل بیت دروغ بستید کسی بهتون چیزی. حالا چسبیدن به ادبیات عرب به خاطر اینکه زندقه و کفرشون رو ثابت بکنن، توهین به اصحاب پیامبر بکنن، ادبیات عربی رو هم تحریف کردن. قرآن که گفتن 17000 آیت هست، الان ادبیات عربی رو هم تحریف کردن. این آخوند بی سواد روستایی 3 ماه کامل ساکت شدن. بعد از این که من گفتم برید فا رو در کجا در ادبیات عرب یعنی بلا فاصله، 3 ماه کامل این آقا زنده و مردش گم بود. هیچ صحبتی انگار نه انگار در این مورد نمی کرد. ما هم کاری بهشون نداشتیم تا که توهین نکنن، ما کاری به کارشون نداریم. بعد از 3 ماه فکر کردن که خب بیننده مردم که گوسفند فکر میکنن، اینا فکر کردن که مردم فراموش کردن در تاریخ 20 مرداد یا اسد سال 1395، 3 ماه بعد از این قضیه دوباره اومدن برنامه ویژه‌ای اختصاص دادن. همین سناریو، همون کلیپ ها، همون حرف ها، منتها این حماقت هایی رو که کرده بود جمع شده بودن. خب گفته بودن والله که بیچاره راست میگی، فا در کجا ادبیات عربی، این از کجا آوردی؟
این اومدن این قسمت رو حذف کردن و یک سری دروغای دیگری هم نسبت به شیخ الاسلام ابن تیمیه و منهاج السنه این چیزا رو سرهم کردن، یک برنامه دیگری به اسم چالش رفتن و خلاصه خواستن که دوباره به ما پاسخ بدن. فکر کردن که مردم خنگن، نمیفهمن، فراموش کردن. نه خیر، همه این حرفاتون، همه دروغایی که بستید، همه اینها اینجا هست و ما ان شاء الله هیچ وقت شما رو بی پاسخ نخواهیم گذاشت. همیشه فکر میکنید که با این دروغاتون میتونید مردم رو فریب بدید. نه خیر، آقای روستایی کور خوندی و ما جواب شما رو خواهیم داد. بله، در تاریخ 20 مرداد همین هفته گذشته دوباره رفتن یک برنامه دیگه، دقیقاً همون کلیپ ها، همون حرف ها، همون توهین ها، همون اهانت ها، یک کمی فحش ها. قزوینی داره که برنامه‌اش میگه که اینایی که فحش میدن مثل زن فاحشه هستن. خب اینا هم دیگه زنای فاحشه قزوینی هستن، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم. همین قسمت رو اگر احمد جان آماده داشته باشی در وقت ما پخش بکنیم که اینایی که اینطوری فحش میدن به قول آقای قزوینی زنای فاحشه قزوین هستن یا قم. به هر صورت اینا اومدن در برنامه دیگری دوباره همون سناریو، همون حرفا، همون چیزا رو دوباره تکرار کردن که ما انشالله میایم در این مورد هم صحبت میکنیم. این برنامه ای است که دوباره رفتن. احمد جان نشون بده. فقط لباساشون فرق میکنه، دقیقاً همون کلیپ ها، همون مطالب، همون چیزها رو پخش کردن و تکرار همون دروغ دوباره از دقیقه 8 من خدمتتون نشون بدم که اصل مطلب رو بهش میپردازه. بله، صدا رو بذارم. در این شبکه ادعایی که حالا در یک از برنامه چالش ما مفصل در مورد این کلیپ بحث کردیم و پخش شده بود، فقط از باب یادآوری پخش شده امشب، چون کلیپ اصلی کلیپ بعدی خواهد بود که ملاحظه خواهید فرمود شما بینندگان عزیز. ادعایی کرده بود که اون حدیثی که صحیح هم هست در صحیح مسلم وارد شده که بعد از پیامبر خلفایی خواهند آمد که قلوبهم قلوب الشیاطین، باز دوباره همون دروغ رو تکرار میکنه. بعد از پیامبر خلفایی خواهند آمد که قلوبهم قلوب الشیاطین. چرا لفظ خلفا رو در اینجا میارن؟ چرا این دروغ رو میگن؟ به خاطر اینکه میخوان به کی بچسبونن؟ به خلفای راشدین. این آقای میم الف انکار کرده بود اصل وجود حدیث رو و اینجا باز هم ادعا کردن که این حدیث وجود نداره که ما حالا مفصل بحث کردیم، اما باز هم در خدمت دوستای عزیز خواهیم بود تا انشالله کلیپ بعدی رو هم ببینیم. بله، عرض کنم خدمت حضرت عالی، ایشون آمد و انکار کرد که چنین حدیثی در کتاب صحیح مسلم وجود داشته باشه. من کتاب صحیح مسلم، دوستان عزیز، این آخوند خودفروش یا به قول یزدانی تنفروش، هر چی که از آخوندا که هرچی برمیاد، رهبرشون که یک لوتی باشه دیگه از اینا هر چیزی برمیاد. خب این زواری که در قم میرن، خب باید اینا به اصطلاح مراعات حال اون زواری که در اونجا میان باید بکنن دیگه. در تنفروشی و خودفروشی وظیفه این هاست، هم خودشون و هم من نمیخوام اون بازار صیغه و فساد و تنفروشی و خودفروشی زنها و دخترها و مادران آخوندها رو در صحن حضرت معصومه اینجا در برنامه ذکر بکنم و اگر که ما رو مجبور بکنن در مورد این مسئله فیلم‌های مستند داریم میتونیم پخش بکنیم. بر صورت این آقا دوباره میاد همون روایت رو بعد میگه که بله اینا گفتن که این کار کردن. من کلمه ای که بعد از پیامبر خلفا باشه در هیچ یکون من بعدی خلفا رو انکار کردم، من روزم انکار میکنم تا قیامت هم انکار میکنم، چون همچین حدیثی وجود نداره. و در همون برنامه اول، در همون تماس اول مفصل همین روایت رو آوردم و خوندم. حتی خودمون محمد رضوی یا مومنزاده هر کی خودش خوند. کسی روایتی که در اون اومده باشه یکون من بعدی ائمه رو کسی انکار نکرده. خلفا رو انکار کردم که اینها میخوان به دروغ بچسبونن. بعد آقا یک کمی احساساتی میشه، این روایت رو میخونه. احمد جان این تصاویرش رو داشته باشه، این روایت رو میخونه. بعد از اون در آخر روایت که میرسه میگه بله این مطلب رو که در اینجا اهل سنت آوردن. من سریع رد میشم چون تکراره، سناریو همون سناریوست، فقط داره تکرار میکنه این آقا همون حرفا رو. بله یا رسول الله این ادرکت ذالک، من اگر اون زمان رو درک کردم چه کنم؟ حضرت میفهمند تسمع و تطیع الامیر، تو باید اطاعت کنی و ان ضرب ظهرک و اخذ مالک فاسمع و اطیع، حتی اگر که به پشت تو تازیانه بزنن و مال تو رو بگیرن باید گوش بدی و اطاعت کنی.
خب این روایتی است که این آقا انکار میکنه. البته ببینید من به عنوان یک شیعه چنین روایتی رو نمیپذیرم. من به عنوان یک شیعه چنین پیامبری را نمیپذیرم که این آقایون توصیف میکنن. پیامبر مورد توصیف این آقایون من نمیپذیرم. چرا؟ پیامبر من شیعه ظلم ستیزه. پیامبر من شیعه مدافع مظلوم و دشمن ظالمه. اما پیامبر این که آقایون معرفی دارن میکنن شخصیتیه که نه خیر، میگه آقا ظالم هر کاری کرد باید اطاعت کنی. نعوذ بالله. متوجه هستین؟ آقا ظالم ولو اینکه قلبش قلب شیطان باشه، تو جسم انسان باشه، قیافه آدمه، اما نه به هدایت پیامبر نه به سنت اصلا عمل نمیکنه، میگه نه آقا باید اطاعت بکنه از این ظالم. خب این پیامبری که آقایون دارن توصیف میکنن و ما به هیچ عنوان این پیغمبر رو نمیپذیریم. این آقایون بیان از این پیغمبرشون دفاع بکنن. درست شد؟ بله. خب این آقا اومد انکار کرد. بله. این احمق بیشور بیسواد، خودفروش تنفروش، اون توی اصطلاحاتی که خودشون دارن استفاده میکنن، این احمق، این بیسواد میگه من این پیغمبر رو قبول ندارم. بابا تو که مرتد شدی با این حرفت. به همین دستور این پیغمبر حضرت علی شما عمل کرده؟ بعد از پیامبر طبق تفسیر شما دوران شر بوده؟ حضرت علی دست به شمشیر نبرده، قیام نکرده، برای خلافت هیچ کاری نکرده، اطاعت کرده، حرف اونا هم شنیده، مشاورشون هم بوده، در قضیه رفتن به جنگ فارس با عمر مشورت داده، در قضیه جنگ با روم به عمر مشورت داده، دخترش هم به عمر داده، با ابوبکر هم مشاور بوده، در همه امور خلفا با اونها از نزدیک نصیحتشون میکرده، باهاشون برخورد نیک داشته، پشت سرشون نماز میخونده. به همین حدیث حضرت علی عمل کرده طبق اعتقاد شما. البته اون علی بی غیرتی که شما بهش اعتقاد دارین، علی با غیرت ما، علی ابن ابی طالب شیر خدا، حاشا و کلا که سر پیش ظلم فرود بیاره. علی با غیرت ما علی بود که اگر سرش هم از تنش جدا میشد در مقابل ظلم سکوت نمیکرد. اما علی که شما برای شیعیان معرفی کردید به همین حدیث عمل کرد. در دوران شر بنابر تفسیر خودت اومد و سر اطاعت بر آستان خلافت ابوبکر و عمر فرود آورد، از اونها پیروی کرد، حرف شنوی داشت و مشاورشون هم بود. خب حضرت علی شما به همین حدیث عمل کرد دیگه. توی احمقی بی سواد که این پیامبر رو قبول نداری، خب مرتد میشی. و چرا تو مرجع احمقی که تو 200 تا کارشناس شما هست نیست که به تو یاد بده که این حرف تو کفرآور، از دین تو رو خارج میکنه. ثانیاً این همه گیر دادید که آیا تو صحیح مسلم این حدیث است های پیامبر ظلم ستیز است. در اینجا من عرض کردم یک شخص اگر در یک جامعه اسلامی مورد ظلم قرار میگیره و بر اساس بغاوتش در مقابل حاکم، در مقابل ظلم، سبب ایجاد حرج و مرج و از همگسختگی جماعت میشه، در اون صورت این انسان باید صبر بکنه به خاطر مصلحت جامعه. این از اصول حکومت اسلامی است که این احمق بی سواد از این چیزا اصلا خبر نیست. ثانیاً حماقت و جهالت اینها، بیسوادی این آخوندا به حدی است که از کتابای خودشون هم خبر ندارن. حالا من همین موضوع رو، چون اینا خیلی دوست دارن که این مسائل هی کش داده بشه، هی روی این مسائل، چون به وحدت اسلامی به قول خودشون دارن عمل میکنن، ما میریم همین مطلب رو از کتاب خودشون میاریم که آیا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به این روایات عمل میکردن یا نمیکردن؟ آیا این مسئله اطاعت از ولات امر اگر که ظالم باشن، حق تو بخورن، فلان بکنن، واجب هست یا نیست؟ سری میزنیم به کتاب خودشون. از همین پسر همون چرسی حشیشی، آقای ملا باقر مجلسی، پسر ملا تقی مجلسی، این کتاب بهارالانوار، اینم صفحه دومش، اینم شناسنامش، اینم همین مطلب در صفحه 42 در جلد 28 در اینجا مطلب رو میگه که خلاصه من وارد مسجد شدم، در اونجا دیدم که یک کسی داشت در مسجد کوفه داشت صحبت میکرد. گفتم که این طرف کی است؟ گفت که این یکی از یاران رسول الله، صاحب رسول الله، حذیفه ابن یمان، صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله. قال
فقط نشستم و داشت صحبت میکرد و اون گفت که مردم از پیامبر در مورد خیر میپرسیدن، من در مورد شر میپرسیدم. مردم کوفه انکار کردن که حذیفه چرا این چیزو میپرسی. بعد گفت که دلیلش رو بهتون میگم. بعد در اینجا میگه که جاء الاسلام حين جاء فجاء امر ليس كامر الجاهلیه. در زمانی که اسلام آمد مانند جاهلیت نبود، قرآن بود. مردم می اومدن از خیر میپرسیدن رسول الله و من از شر میپرسیدم. گفتم یا رسول الله ایکون بعد عادل خیر شر، آیا بعد از این خیر شر میاد؟ کما کان قبله شر، چنانکه که قبل از این خیر شر بود. قال نعم، گفت که بله. قلت فما الاسم یا رسول الله، گفتم که چطور میتونیم که پناه ببریم از این شر یا رسول الله؟ فرمود قال صلی الله علیه و سلم السیف، باید شمشیر کشید. اگر زمان خلافت طبق تفسیر این آخوند زندیق بی سواد احمق، اگر که بعد از رسول الله شر بود، حضرت علی به این فرموده‌ای که در کتاب‌های خودتون هم هست، روایت خودتون هست، عمل نکرد. چون در زمان شر چطور انسان باید پناه ببره از شر؟ گفت باید شمشیر بکشه. حضرت علی شمشیر کشید در مقابل ابوبکر و عمر و عثمان؟ نکشید. پس حضرت علی به فرموده پیامبر عمل نکرد. پس حضرت علی نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم که طبق منطق شما. الان من فکر کردم که این فایل بسته شد دیگه، داریم مورد صحبت نمی کنیم. آقا کم آورد و معذرت خواهی کرد رفت. همشون دوست دارید که باز بشه، از این به بعد سر از هفته آینده فایل هایی رو از حضرت علی باز بکنم در کتاب های شما که بگیری و زاری بیافتید تو شبکه ولایت. مثل قزوینی یک بار بگیری انداختیمش که به ناموس امام زمان اهانت شده. چیزایی رو از کتاباتون نشون بدم تو این برنامه که روستایی و یزدانی و ابوالقاسم به غلط کردن بیفتن. در اینجا یا رسول الله گفت چطور ما از این چیز پناه ببریم؟ گفت به شمشیر پناه، یعنی شمشیر بگیرید بجنگید. قلت به حل بعد السیف بقیه، مثلا بعد از این شمشیر کشیدن و جنگ کردن آیا بقیه دیگه هم هست؟ یعنی خیری وجود داره؟ چه کار باید بکنیم؟ قال نعم امارتون علی اقضا، امارتی که بر اساس کینه ها و بغض ها باشه. یک کسی امیر میشه، بقیه بهش کینه و بغض و عداوت دارن. و حدنتون علی دخن، آتش بستی که هنوز هم بوی به اصطلاح همون دخن از دخان گرفته شده، یعنی دود جنگ هنوز هم در دماغها هست. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم ينشأ رعاة الزلاله. بعد از این صلح و بعد از این مسائل حکمرانان، امرای گمراهی به وجود خواهند آمد. فإن كان لله في الارض، اگر که در زمین در آن زمان، تشکر احمد جان، در زمانی که خلفای زلالت، حالا اونجا گفت قلوبهم كقلوب الشیاطین لا یهتدون بسنتی لا یهتدون بهدای ولا یتسنون بسنتی، در اینجا میگه که امراء زلالت، گمراهی، اگر این آمدن چیکار بکنم؟ خلیفتون جلد زهرک، خلیفه بیاد که بهت شلاق بزنه، و اخذ مالک، و مالت هم بستانه بگیره، فلزم هو، در نزدش باش، ازش پیروی بکن. و الا فمت و انت عاض علی جذر شجره، و الا برو بمیر در حالی که چسبیدی به یک درخت. یعنی چی؟ یعنی عزلت بجو، یعنی برو تو خونه بشین، تو فتنه ها دخالت نداشته باش. ثم ماذا؟ بعد از این گفت بعد از این چی میشه؟ قال ثم یخرج الدجال، بعد از اون دجال میاد. در اینجا ببینید که خود آقای مجلسی اینجا مثل این که این حشیش مشیش نزده بوده، اومده اینو ترجمه هم کرده، تفسیرم کرده. اینم تفسیر آقای مجلسی که اینجا مفصل آورده. همین روایت رو در ذیل در پاورقی از کتب اهل سنت از مشکال مصابی هم آقای مجلسی ذکر کرده و دقیقاً همون روایت رو تسمع و تطیع الامیر و این ضرب زهرک و اخذ مالک، همه اینا رو در اینجا آورده و گفته که این روایت در مسلم و بخاری هم هست. اما اون روایتی که خوندم این روایتی است که در مجلسی آورده و اینجا ردش نکرده. در صفحه بعدی، در صفحه 43 میاره که در بعضی از روایات که قلت یا رسول الله الهدنه علی دخن ما هی، این آتش بسی که با دود هست یعنی چطوری است؟ قال لا یرجع قلوب اقوام علی الذی كانت علیه، یعنی این اقوام با اون قلب هایی که بودن با اون بر نمیگردن، یعنی با صفا با صمیمیت بر نمیگردن. و یروی در روایت دیگر اومده جماعت علی اقضا یقول یکون اجتماعهم علی فساد من القلوب
شبهتون به اقضاء العین، مانند این خاکستری که به چشم زده میشه، یعنی یک صلحی میشه که مستمالی میکنن و میرن، اما اون کینه هایی که در دلها هست اون برطرف نمیشه. این روایت است که در کتاب الفتن والمحن در جلد 28 صفحه 42 43 44 کتاب بهارالانوار روایت خودشون است که در اینجا آوردن که این آخوند احمق بی سواد از کتاب‌های خودشون هم خبر نیست. میگیم پیامبری که اینطوری گفته باشه من قبول ندارم. الی جهنم و بئس المصیر، تو و قزوینی و مکارم شیرازی و هر کی که مانند تو قبول ندارن این پیامبر رو. و قبل از تو بزرگان تو گفته بودن که اون پیامبری که خلیفه اون ابوبکر باشه، نه اون پیامبر رو قبول داریم نه اون خدا رو قبول داریم. شما مرتدینی هستین که اصلا از دین و از آیین از همه این چیزا بی خبرید. ثانیاً سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه میگه که با من کسانی بیعت کردند، انما بایعنی قوم الذين بایعوا ابابکر و عمر و عثمان على ما بایعهم و انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا. اگر که مهاجرین و انصار جمع بشن کسی رو به عنوان خلیفه تعیین بکنن، رضای خدا در اینجاست. و حضرت علی بر اساس همین عقیده و منهجی که داشت با خلفا بیعت کرد، باهاشون زندگی کرد و در زمان اونها دست به شمشیر نبرد و مشاورشون بود و زندگی مسالمت آمیز داشت و در زمانی هم که خلیفه شد دیدیم که چه کار کردن. و اگر که طبق این فرموده این روستایی آخوند روستایی بی سواد باشه، پس حضرت علی هم در اینجا اون پیغمبر رو قبول نداشت که به امرش به قول این آخوند عمل نکرد و باید قیام میکرد. من در تماسی که دوباره داده بود، زنگی زده بود محمد رضوی یا مومن زاده، من مفصل شرح دادم که در این برنامه اصلا به این قضیه اشاره نمی کنن، به شرحی که در مورد حدیث دادم. در دقیقه 22 من یک مطلب جالبی در این برنامه جدیدشون دیدم که خدمتتون پخش میکنم. احمد جان، بالاخره آقای انصاری، آقای میم الف، آقای نمیدونم خلاصه به قول آقای ملازاده دزد، آقای به قول آقای ملازاده خودفروش، ما باور کنیم دم خروست رو یا قسمت رو باور کنیم؟ بالاخره این روایت وجود دارد یا ندارد؟ این رو برای مردم ما توضیح بده. چرا یه جا دروغ میگی بعد یادت میره، آدم کم حافظه، دوباره میای یه جور دیگه حرف میزنی؟ لااقل فکر کن، دروغاتو بنویس رو کاغذ که اینجوری به خفت و خاری نیفتی. خب تو یه بار اومدی گفتی همچین روایتی نیست. بله، این آقای با حافظه 1 ساعت کامل برنامه گفتن میملف تا که نشناسه، یعنی کسی بیننده نگه این کیه که داره صحبت میکنه، چون دروغ میبندن، تهمت میزنن، کلیپ از من پخش میکنن، میگن میملف. این آقای با حافظه گفت میملف، آخرش گفت انصاری. خب از اول میگفتی خودتو کشی، از بس میملف گفتی. و سبحان الله میگن الصراخ به قدر الالم، جیغ زدن ها به اندازه اون دردی است که به اینا رسیده. و الحمدلله اگر این درد نرسیده بود، اگر این آقا نسوخته بود، 2 تا برنامه زنده نمی رفتن در مورد یک روایت. سبحان الله، یک روایتی که همونی هم که تماس گرفته به غلط کردن افتاده، معذرت خواهی کرده از دروغی گفته، بعدم 2 تا برنامه رفتن، 2 تا برنامه زنده تا از یک افتضاحی که یکی از کارمنداشون به بار آورده در یک تماس با ما، این رو جمع جور بکنن و ازش دفاع بکنن. حالا میایم رو قضیه مطلب جدیدی که تو این برنامه چالش دفعه دومشون داشتن، در مورد این صحبت میکنیم که این آقا ببینید که در اینجا چیکار میکنه در دقیقه 26. من میخوام یه رمزگشایی بکنم و این رو توضیح بدم. شما ببینید آقای خدای وهابیت ابن تیمیه حرانی، ملاحظه بکنید کتاب منهاج السنهش به قول آقایون و به قول جمیل حلیم از علمای اهل سنت مصر میگفت منهاج خلاصه فرقتون شاده، یا خلاصه بعضی هم میگن منهاج امویه و بدعت امویه. ملاحظه بفرمایید کتاب منهاج السنه آقا جلد اول میاد صفحه 557 میاد میگه و فی صحیح مسلم عن حذیفه، روایت رو میاد شروع میکنه که بله در صحیح مسلم از حذیفه نقل شده یا رسول الله انا كنا فی جاهلیت
و شر، ما در جاهلیت در شر بودیم، فجاءنا الله بهذا الخیر. بعد ادامه میده فهل بعد هذا الخیر شر قال نعم فهل بعد ذلك شر من خیر، بله. بعد میاد ادامه میده میگه فی لفظ آخر. در بله، اینجا کارگردان برنامه یک نکته خیلی باریکی رو اینجا متوجه شدن که من متوجه نشدم. میگن این موقعی که میخواست این روایت رو بخونه عمامش رو تکون داد. این تکون دادن عمامه علامت دروغگوییه. اینو همیشه باید داشته باشید. هر موقع قزوینی این عمامش رو تکون داد بفهمین که داره دروغ میگه. روایت دیگری، نقل دیگری در همین به قول معروف حدیث حذیفه آمده که حذیفه میگه آیا بعد از این خیر شری هست؟ قال یکون بعدی ائمه لا یهدون بهدای ولا یستنون بسنتی سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. همین روایت مسلم رو آقای ابن تیمیه میاد نقل میکنه. اما آقای ابن تیمیه میاد شروع میکنه تطبیق دادن، میخواد توضیح بده که آقا این ائمه‌ای که به هدایت پیامبر عمل نمیکنن و بر اساس سنت پیغمبر عمل نمیکنن، این ائمه‌ای که قلوبشون قلوب شیطانی در جسم انسانه، اینا کیان؟ ابن تیمیه میخواد اینو توضیح بده. ببینید این ناصبی خبیث چی میگه. میگه فکان الخیر الاول النبوة. ببینید بعد از اون شر خیر بوده. خیر اول نبوت و خلافت النبوة. خلافت نبوت است که فتنه‌ای درش نبوده است، خلافت پیغمبر. خب حذیفه چی پرسید؟ تکلیف داره میپرسه دیگه، تکلیف خودش، تکلیف مردم. گفت فهل وراء ذلک الخیر شرون، آیا بعد از این خیر شری هست یا نه؟ رسول خدا فرمود بله. آقای ابن تیمیه ببین چی میگه. میگه و کان الشر ما حصل من الفتنه به قتل عثمان. شر همون فتنه ای بود که با قتل عثمان ایجاد شد. آقا عثمانی خطاهایی کرد، صحابه ریختن دم خونه عثمان و عثمان رو کشتن. میگه آقای ابن تیمیه میگه چی؟ میگه این شره. بله. خب حذیفه سوال دیگری پرسید، گفت آقا بعد از این شر خیر هست یا نیست؟ ببینیم آقای ابن تیمیه چی میگه. والخیر الثانی، ببینید خیر اول خلافت نبوت بود، صفحه بعد والخیر الثانی صفحه 560. خیر ثانی چیه؟ اجتماع الناس لما اصطلح الحسن و معاویه، جمع شدن مردم برای صلح امام حسن و معاویه. ببینید خیر اول شد نبوت پیغمبر و خلافت پیغمبر. خب شر اول شد فتنه عثمان، این شر ادامه داره دیگه. بعد حذیفه گفت بعد از این شر خیر هست. آقای ابن تیمیه میخواد توضیح بده، میگه بله خیر ثانی که حذیفه پرسیده کیه؟ زمانی که مردم برای صلح امام حسن و معاویه جمع شدن. بله. این احمق بی سواد خبیث اینجا میاد، اگر متوجه شده باشین، گفت که آیا این شر ادامه دارد. اینجا میخواست یک مطلبی رو بگه که الان میگه بعد از این میخواد در اینجا بهانه‌ای قرار بده برای توهین به شیخ الاسلام ابن تیمیه و تهمت زدن که ایشون منظورش از این شری که ادامه پیدا کرد بعد از مقتل عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت حضرت علی است. ادامه‌شو گوش کنید. یعنی چی؟ یعنی از زمان قتل عثمان به بعد شر، یعنی نعوذ بالله به اعتراف این ناصبی خبیث زمان خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام میشه شر، خلافت امام حسن هم شر میشه. کی میشه خیر؟ تازه زمان صلح، یعنی اون چند ماه خلافت امام حسن شر میشه، خلافت امیرالمؤمنین 4 سال اندی شر میشه. این حرفیه که آقای ابن تیمیه ناصبی میزنه و با این وجود این آدمهای خبیث‌تر از ابن تیمیه اینا این رو شیخ الاسلام بهش میگن. علمای اهل سنت قرنها داد زدن این منافقه، این داره مقابل امیرالمؤمنین میسته و به تعبیر دقیق ابن تیمیه کافره جناب آقای شرفی، همونجوری که یه سری علمای اهل سنت فتوا دادن. بله. این کل هدفش این بود از این تفسیر عجیب. حالا میریم به طرف منهاج السنه که در منهاج السنه چی آورده. دوستان عزیز نشون بدن این کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه
جزء اول حدیث صحیح مسلم رو ذکر میکنه، بعد در اینجا میاره اینا رو شرح میده و این مطالب رو اصلا نمیخونه که مثلا حذیفه میگه یا رسول الله فما ترى این ادرکنی ذلک، اگر که من در این زمان بودم یا این زمان رو دیدم چیکار بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تلزم جماعت المسلمین و امامهم، با جماعت مسلمین و امامشان. با جماعت مسلمین با کیا بودن؟ جماعت مسلمین در زمان ابوبکر صدیق با علی بودن یا با معاویه؟ با ابوبکر صدیق. جماعت مسلمین در زمان عمر با علی بودن یا با عمر؟ جماعت مسلمین در زمان عثمان با علی بودن یا با عثمان؟ در زمان معاویه که صلح شد جماعت مسلمین با معاویه شدن یا با حسن شدن؟ این عقل‌های کله گنجشکیتون کمی به کار بندازید. آخوند بی سواد، خودفروشی که به خاطر 4 درهم و دیناری که قزوینی داره بهت میده حاضری که همه چیز خودتو به حراج بگذاری. وقتی که می توهین میکنی خب برو یک کمی رو وجدانت فشار بیار اگر وجدانی داشته باشی. در صورت صفحه بعدی رو میریم. در اینجا ایشون میگه که فکان خیر الاول النبوه. در اینجا وقتی میگه خیر الاول کان نبوه، آیا شری که قبل از نبوت استمرار رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان شر بودن یا نبودن؟ بله بودن. قبل از نبوت شر بود یا نبود؟ بود. چه ربطی به رسول الله داره؟ این میخواد اینطوری تفسیر بکنه که ابن تیمیه گفته چون که شر بعد از مقتل عثمان ادامه پیدا کرد یا شر بود بعد از مقتل عثمان یا شر شروع شد بعد از مقتل عثمان، چه ربطی به شخص عثمان یا به شخص علی داره؟ ربطی به این دوتا انسان نداره. زمان شر است چون شر وجود داره. زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت شر بود یا نبود؟ در همین دوران شر علی و رسول الله و عمر و ابوبکر بودن یا نبودن؟ چه ربطی به شخصیت اینها داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدن، زمان خیر شد، قرآن نازل شد، مسلمان‌ها در خیر بودن. فتنه شروع شد. طبق تفسیر ابن تیمیه رحمه الله گفت که اولین شر فتنه قتل حضرت عثمان بود. فتنه غالبا در یک شب که نیومد، تقریبا 1 سال بیشتر قبل از شهادت ایشون این شر شروع شده بود. مثلا که میگه صحابه جمع شدن کشتن، صحابه نبودن، از بصره و از مصر کسانی اومده بودن که در رأسشون عبدالله بن سبعی یهودی بود، همین مؤسس مذهب این آخوندهای زندیق بی همه چیز. اینا اومدن این شر رو به پا کردن و حضرت عثمان رو به شهادت رسوندن. حالا اگر طبق برداشت این آخوند خبیث بگیم که این شر ادامه داشت، بله ادامه داشت. شر اول مقتل عثمان، شر دوم جنگ جمل، شر سوم جنگ صفین، شر چهارم شهادت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. همه اینا شر بود یا نبود؟ و وقتی که سیدنا حسن ابن علی با معاویه رضی الله تعالی عنه صلح کردن، خیر بود. و دقیقاً همین چیزی که الان اینجا خدمتتون نشون میدم. در اینجا میگه فکان خیر الاول خلافت النبوة لا فتنه فیها، که در زمانش هیچ فتنه نبود. و شر ما حصل من فتنه بقتل عثمان تفرق الناس. فتنه‌ای که به وجود آمد شر اولین بود، فتنه‌ای که در زمان قتل عثمان رخ داد و مردم متفرق شدن، حتی که صار حالهم شبیها به حال الجاهلیه یقتل بعضهم بعضا، که حالتشون مثل حالت زمان جاهلیت شد که هم دیگر رو میکشتن. این مطلبی است که اینجا از ابن تیمیه ذکر کرده. در صفحه بعدی میگه که مال همدیگر رو ریختن و خلاصه مثل زمان جاهلیت بر علیه دیگه حمله میکردن، همدیگر رو میکشن. یک چیز واقعی است که این وجود داره. بعد از اون میگه والخیر الثانی اجتماع الناس لما اصطلح المعاویه و حسن و المعاویه. خیر دوم وقتی رخ داد که حسن و معاویه با هم دیگه صلح کردن. دقیقاً ببینید، لكن كان صلحا على دخن و جماعة على اقضاء فكان في النفوس ما فيها. اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بما هو واقع. پیامبر صلی الله علیه وسلم به اون چیزی که رخ میداد ذکر کردن. و حذیفه حدثت بهذا في خلافه عمر و عثمان قبل الفتنه.
حذیفه این حدیث رو در زمان خلافت عمر و عثمان قبل از فتنه ذکر کرد. فانه لما بلغه مقتل عثمان، بعد از اینکه خبر شهادت حضرت عثمان به او رسید، علم ان الفتنه قد جاءت، فهمید که فتنه داره میاد. فماتت بعد ذلك ب 40 یوما قبل الاقتتال، 40 روز بعد از این شهادت حضرت عثمان، قبل از اینکه جنگ درگیری شروع بشه، 40 روز قبل از اون به حضرت حق پیوست و دار فانی را ودا گفت. حالا همین روایت، همین حرفای ابن تیمیه رو که در اینجا این همه این آقا اعصابش خراب شده بود و فوش و ناسزا بهش داد، همین مطلب رو ما میایم از بهارالانوار خودشون نشون میدیم. احمد جان تصویر داشته باشه، این کتاب بهارالانوار، اینم شناسنامه‌اش، اینم این مطلب. این حدیث رو که من خوندم، نمیخوام دوباره تکرارش بکنم، از صفحه 42 جلد 28 بهارالانوار، در اینجا خود مجلسی در اینجا جلد 28 در صفحه 43 میاد چی میگه که و قوله هدنة علی دخن معناه صلح علی بقای من الزغن، میگه که صلحی که بر اساس بقایایی از کینه ها. دقیقاً در اون منهاج سنن همین مطلب رو آورده بود. و ذلك ان الدخان اثر النار يدل على بقية منها. وقال ابو عبید اصل الدخان ان يكون في لون دابه او ثوب او غیر ذلك. یعنی میگه این آثار جنگ و دود و آتش جنگ هنوزم در لباسا و بر بین مردم باشه. و در اینجا این مطلب رو مفصلتر ذکر میکنه، میگه و الا، به حذیفه میگه رسول الله صلی الله علیه و الا فموت و انت عاض علی جذر الشجر قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال. میگه که از این فتنه ها دوری بکن، ولو اینکه به یک درختی بچسبی، یعنی چیکار بکنی؟ گوشه نشینی بکنی. اینم روایت در اینجا که خدمتتون نشون دادم، دقیقاً همون کلماتی رو که بقایا من دخن که در منهاج السنن ذکر کرده، که اشاره است به همون مشکلاتی که بین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و معاویه وجود داشت. در صفحه 42 هم همین مطلب رو در اینجا در بعضی از روایات در بهارالانوار کتاب الفتن و المحن جلد 20 صفحه 44 میگه که قلت یا رسول الله الهدنة على دخن ما هي؟ قال لا يرجع قلوب اقوام على الذي كانت عليه ويروي جماعه على اقضاء. در روایت اینطوری اومده یقول يكون اجتماعهم على فساد من القلوب شبعه باقضاء العين، که اینها صلح میکنن اما بعضی از آثار این به اصطلاح اون کینه ها و عداوت هایی که بوده در دلها میمونه. این روایت آقای مجلسی خودشون و اونم روایت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، و اینم حماقت و جهالت این آخوند بی حیا که میاد میگه که این پیامبر رو ما قبول نداریم و فلان نداریم و از کتاب‌های خودشون هم بی خبرن. در دقیقه 45 این برنامه یک مطلب خیلی جالب است که من اینجا جا داره که خدمت شما عزیزان ببینیم وقاحت این مردم و این جماعت تا چه اندازه است. سلامت باشید آقا امیر بزرگوار. تماس بعدی جناب اسدی از شیراز. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. قربان خسته نباشید. سلامت باشید. قربان این حدیثی که خوندید و آقای میم الف، بله، این حدیث اول قبول نداشتن و بعد اونو خودشون مطرح کردن و توضیح هم دادن. میخواستم بدونم که اینی که فرموده پیامبر فرموده بلافاصله فرموده بودن بعد از خودشون اتفاق میفته یا اصلا براش زمان قائل نبود. بله چشم. بله اینجا بیننده سوال میکنه، این بیننده من تشکر میکنم، واقعا نکته خیلی جالبی بود که این بیننده با زیرکی خواستیم وقاحت اینها رو نشون بده. یادتون هست که در اونجا گفته بود این فا یعنی بلافاصله، چند مرتبه پخش کردم در اول این مبحث. الان ببینید بعد از 3 ماه فکر میکنه که بیننده فراموش کردن اون حرفا رو، ببینید که چه جواب میده. شور که حسین علیه السلام با شمشیر جدش هم کشته شد از همین بله. ابن العربی مالکی هست در کتاب العواصم من القواسم. بله اون از همون ابن عربی مالکی است و ظاهرا این عبارت هم به اون منتسبه، بله. گرچه آقای آلوسی این رو تصریح نکرد. بسیار عالی. و سوال دیگری که مطرح شد در مورد همون حدیث صحیح مسلم بود و خلفایی که بعد از پیامبر خواهند آمد. این سوال بود که حالا لفظی که اومده و فعلی که اومده آینده دور هست، آینده نزدیک هست؟ بله ببینید
عبارتی که در صحیح مسلم آمده هیچ به قول معروف نیومده مشخص بوده یکون بعدی. بله. من نمیخوام تفسیر بکنم جناب آقای شرفی عزیز، من میگم آقا بعد از من فلان اتفاق میافتد. مردم چی میفهمن از این بعد؟ ما دنبال این نیستیم که بگیم آقا این در مورد آقای ایکس یا آقای ایگرگه، اصلا اینجوری نمیگیم. ما بله ما خلافت اهل بیت علیهم السلام رو سراسر خیر میدانیم. چرا؟ چون آقا رسول خدا فرمود علی مع القرآن، مگر قرآن نعوذ بالله ذره شر درش هست؟ نه. آقا امام حسن مجتبی پیامبر در موردش فرمود الحسن و الحسین امامان قام او قعد. کسی که پیامبر بگه این امامه، کسی که آیه تنزیل در موردش اومده باشه، این قطعاً خیره. ما خلافت اهل بیت رو خیر میدانیم. اما اینکه آیا در اون روایت صحیح مسلم که ما نمایش هم دادیم و الان هم در نرم افزار روی صفحه مانیتور بنده هست، آیا اومده آینده دور و نزدیکش میگه یکونو بعدی؟ حالا این بعد رو کسی میتونه ببینه و خودش بفهمه. نه سوفه گفته، نه سیکونو گفته، نه سوفه یکونو. چون سیکونو و سوفه یکونو معمولا میگن برای ادبیات برای آینده دور هست. ولی خود فعل مضارع همچین چیزی ازش آینده به دست میاد و ما هم نمیخوایم تفسیر بکنیم. بسیار عالی. و حالا خب الان شما بخندید به حماقت این بیشور بیسواد که در 3 ماه قبل گفته بود فا یعنی بلا فاصله، الان میگه که نه ما نمیخوایم تفسیر بکنیم و این آینده معنی میده، حالا معلوم نیست هر زمانی که باشه. چه فکر کردن اینها مردمو؟ این است برنامه علمی 200 تا کارشناسی که تو این شبکه به خاطر یک حدیث ما به دست و پا افتادن تا از دین بیریشه و بی اساسشون دفاع بکنن. در همین برنامه در دقیقه 1:07 در اینجا مطلبی رو این آقا ذکر میکنه، گرچه موضوع این بحث نیست، منتها من اینجا اینو پاسخ میدم تا شاید شبهی برای بعضی عزیزان ایجاد شده باشه که میگن اینا قائل هستن به علم غیب ابن تیمیه، میان علم غیب برای ابن تیمیه ثابت میکنن. میگیم آقا امیرالمومنین علم غیب داره، میگن آقا تو قالی مشرکی کافری، میگن اما ابن تیمیه علم غیب داره. ببینید مدارج السالکین آقای به قول من ابن قیم جوزی شاگرد بلاواسطه ابن تیمیه جلد 2 اینم سایر مشخصات چاپ صفحه 366 ملاحظه بفرمایید. میگه آقای ابن تیمیه اخبار غیبی میداد، حتی ابن تیمیه میگن از لوح محفوظ خدا خبر داشت. نگاه کنید کاملا دروغ میگه. در این روایت ابن قیم رحمت الله علیه میگه از فراست ابن تیمیه. فراست مؤمنی که متقی و پرهیزگار باشه الله سبحانه و تعالی این فراست رو میده. به طور مثال امروز در علم نفس هم این وجود داره که طرف میاد از وضعیت روز رو بررسی میکنه، میگه والا در جنگی که در عراق داره رخ میده ایران حتما بازنده است، چون ایران این مشکل رو داره، شیعه این مشکل رو دارن، اهل سنت این مشکل. در جنگ سوریه میگه وجود نیروهای سپاه پاسداران جنایتکار خمینی محکوم به شکست است. دلیلش هم چی است؟ چون که اهل سنت در سوریه بر علیه اینا قیام کردن فلان فلان. این اجرا علم غیب نیست. این طرف از فراست سیاسیش، از فراست دینیش، از فراست علم اجتماعی که داره میاد یک موضوع رو در موردش تحلیل میکنه و تحلیل ابن تیمیه رحمه الله رو که در قضیه پیروزی بر تاتار که ابن قیم در اینجا ذکر میکنه ربطی به علم غیب نداره. این احمق بیشور بی سواد اینجا میاد ادعا میکنه که علم تیمیه علم غیب داشته، که دروغ دیگری که این آخوند زندیق و بیشور احمق که این صفات واقعا زیبنده اینهاست که بعد از 3 ماه آمدن فکر کردن بیننده ها اینقدر خنگن که فراموش میکنن دروغایی رو که 3 ماه قبل گفتید دوباره همون چیزها رو تکرار میکنید و برش میافزایید.